سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای انصاری عزیز و برادر سلیمانی عزیز، من از ایران خدمتون تماس میگیرم، از یکی از شهرهای مرزی ایران. من خیلی از برنامه‌تون تشکر میکنم. خواستم خدمتون عرض کنم که من حدود تقریبا 2 هفته است که مسلمان شدم. الله اکبر. قبلا من ملحد بودم، به خدا اعتقادی نداشتم، کمونیست بودم و خدا رو شکر با برنامه کلمه آشنا شدم. در اونجا مطالبی که اسلام ستیزان مطرح میکنن اونجا مطرح کردن و جواب دادن و خداوند منو هدایت کرد و من از اونها تشکر کردم. میخوام از شما هم تشکر کنم، مخصوصا این کلیپایی که میذارین جواب این روافض رو میدین، خیلی خوبه، خیلی عالیه. مخصوصا از آقای سلیمانی عزیز که واقعا خیلی زیبا قرآن رو بیان میکنند و من به خاطر قرآن ایمان آوردن مسلمان شدم، فقط به خاطر قرآن، به خاطر اینکه قرآن یک معجزه است، در اون هیچ نقصی نیست، با توجه اینکه طی 23 سال مطرح شده، نازل شده و قرآن پر از معجزات علمی قویه و قرآن کتابیه که هیچ کس نمیتونه مثل اون بیاره، هیچ کس نمیتونه مثل قرآن کتابی رو بیان کنه. من تحقیقات زیادی کردم در مورد ادیان مختلف مثل مسیحیت. من انجیل رو خوندم، مثل دیانت بهایی کتاب اقدس، کتاب ایقان، خیلی تحقیق کردم. کتابای آقای استیون هاوکینگ رو خوندم که ایشون کمونیست هستن و معتقدن خدای وجود نداره و بعد از سالها من کمونیست بودم و به خدا اعتقاد نداشتم و خداوند منو هدایت کرد. انشالله من همراه با شما عزیزان در بهشت رضوان کنار سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم باشیم. خداوند انشالله شما رو در بهشت قرار بده. برادران عزیز، خدا ازتون راضی باشه. آمین. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به شما ثبات و پایداری نصیب بکنه در این راه.